نظامیان افغان پس از حدود 4 ساعت درگیری با مهاجمان مسلح در داخل مسجد امام زمان با از پا درآوردن مهاجمان به این حمله خونین پایان دادند. افضل امان قماندان گارنیزیون کابل دقایق پس از پایان حمله با رسانه‌ها صحبت کرده و گفت آمارهای ابتدایی نشان می‌دهد که در این رویداد 10 غیر نظامی و شمول زنان و کودکان کشته شده و نزدیک به 30 تن زخمی شدند. ما 10 نفر شهید داشتیم، بدبختانه از جمله 10 نفر 5 نفر سیاسرا بودند و 3 نفر هم از مردا. احتمالاً یه راپور و گزارش حواله ما باشه. ما سر این واقعیت بسیار جدی تاکید نمی کنیم. ممکن مثبت 2 3 1 شاید در گزارش ابتدایی ما یک تغییری به و به عین ترتیب 23 نفر زخمی داشتیم در ساحه. آقای امان همچنان خبر می دهد که این رویداد از نیروهای امنیتی نیز قربانی گرفته است. ارگه ریاست جمهوری این رویداد را نکوهش کرده و بر اساس گزارش رسانه ها گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. حمله بر مسجد امام زمان واقع قلعه نجارهای خیرخانه کابل چاشت امروز زمان صورت گرفت که مردم برای ادای نماز جمعه آمادگی می گرفتند.